سلام. خب ما قراره که یه ویدیو خیلی سریع بذاریم که توضیح بدیم که چی کار کردیم که تونستیم یه آزمون، یعنی یه پیش آزمون برای یه کوچینگ بدیم. خیلی چیز ساده یه واقعا. شما میرید تو سایت notebook.google.com، اونجا وارد میشید، یه نوتبوک جدید میسازید. خیلی این که میگم ایزیه. بذارم رو سیستم بهتون نشون بدم. این سایت نوتبوک lm.google lmش جدیدن هست شده notebook.google.com. شما میان یه نوتبوک مثل این چیزایی که من اینجا ساختم و دارم ازش استفاده میکنم. شما میزنید create new notebook. اینجا این نوتبوک براتون میسازه. اد سورس رو میزنید. حالا این که میگم خارج از چارچوب کوچینگه. شما میتونید اینجا براش بنویسید چی کار بکنه، بره یا تو وب براتون پیدا کنه، یا یه فست ریسرچ یا دیپ ریسرچ واسهتون انجام بده، یا اینکه شما آپلود فایل رو میزنید، از اینجا اون پی دی اف و ماژولایی که وجود داره رو آپلود میکنید و بهش میدید. حالا من از قبل کاری که کردم، این کار کرده بودم اینجوری که این ور میبینید تو سورسا، اون برم که میبینید تو این قسمت استدیو که آزمون و فلش کارت میرسانم ساختم که بهش میپردم. برای اینکه قاطی نشه استفاده که من دارم استفاده شما دارید، من یه نوتبوک جدید واسه شما ساختم. همه جزئیات رو گذاشتم. حالا اسمشون رو شاید ویراش کنم و درستش میکنم، گرچه که مهم نیست ترتیبش دقیقا. اما وقتی که شما میکنید از هر ماژولی که میخواین هر کاری روش انجام بدید، اول انتخابش میکنید. این به محض اینکه شما وارد میشین فکر میکنم رو سلکت آل هستش. حالا این از کل ماژول ها قراره که هر کاری که اون تو اون تو استدی انجام بدید رو انجام خواهد داد. چیکار میکنید؟ ماژولی که میخواین روش یه کاری انجام بدید، هر چی. مثلا من ماژول 5 رو انتخاب میکنم. این بر تو قسمت استدیو شما اودیو اوورویو رو دارین که براتون یه پادکست میسازه. ویدیو اوورویو داریم که پادکست تصویریه ولی به نسبت صداه، درسته تصویر رو داریم ولی زمانش کوتاه‌تر میشه. تو اودیو فکر کنم تا 20 دقیقه هم میرسه، ولی تو ویدیو ماکسیمومش 10 دقیقه است. من چیزی که دیدم قسمت ریپورتش میتونید یک گزارش جامع ازش بگیرین. حالا تو همه اینا پرامپت خاص خودش داره. کویزش سواله، دیتا تیبلش میاد دیتایی که تو اون هست رو براتون جمع آوری میکنه. حالا من بر مقاله این استفاده کردم که شما میتونید ببینید چقدر هر ماده‌ای هستش. اون بر اسلاید رو داره که میتونه براتون پرزنتیشن بسازه، مایند مپ رو داره، فلش کارت رو داره و اینفوگراف رو داره. حالا هر کاری که میخوایم باش بکنید. من آزمون باش ساختم، کویز رو زدم. اینجا دوباره چند تا چیز ازتون میپرسه، اینکه تعدادش چقدر باشه، کم باشه، متوسط باشه یا زیاد باشه، درجه سختیش ایزی باشه، مدیوم باشه، هارد باشه، چی باشه. و اینجا میتونی پرامپت بنویسید. من هیچی ننوشته بودم موقع. شما میتونید بنویسید چه میدونم، با تأکیدی بیشتر بر احساسات. هرچی که فکر کنید روی جنریت میزنید. اصولا کویزش سریع آماده میشه ولی میگه چه ذره طول میکشه. حالا که من شیرش کردم و لینک رو گرفتیم، الان چیکار میکنیم؟ کار خیلی ایزی. میام تو مرورگرمون، مطمئن میشیم وی پی انمون کانکته و اون لینک رو کلیک میکنیم روش و وارد اون نوتبوک میشیم. این نکته خیلی ها از اهمیت این که من الان خودم باش درگیر شدم که چرا اینجوریه، این که شما قسمت استدیو رو نداری. الان که میبینی چیکار میکنی واسه اینکه استدیو داشته باشی؟ میای اینجا کپی میزنی. کپی که زدی میگه آقا یه کپی از من این مهارت کوچینگ برات میسازم. کرییت رو میزنی، میره که بسازه و میبینی که خودش میسازه، شسترفت تمیز و برات باز میکنه. حالا تو چیزا داری، کویزا داری، میتونی از منابع انتخاب شده کویز بگیری یا هر بلایی که خواستی سرش بیاری. و یه جنبندی بکنم تهش اینی که کسایی که میخوان چیز کنن، خودشون یه نوتبوک بسازن و مثلا بفهمن که چجوری کار باش، از ابتدای ویدیو رو تماشا کنن. کسایی که نمیخوان هولی و پرتی گله باشه، صرفا رو لینک تاچ کنن، لینک باز میشه براشون، اون بالا کپی رو میزنن، یه کپی براشون باز میشه. حالا رو استدیو یه ذره بازی کنن باش، دستتون میاد که به چه شکلی هستش.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتین تا قشن نگاه کردیم. یه ذره حوصله سربر میدونم، ولی ولی جذاب. نه تنها برای این کوچینگ، کلا برای هر چیزی که میخوایم یاد بگیریم میتونیم ازش استفاده کنیم. نکته یه چیزی بود بهم بگین که اد کنم و همین. بای بای.